اگه فکر میکنی الدن رینگ رو باید جور خاصی بازی کرد اشتباه میکنی. چه ماجیک پلیر مغز گنده باشی، چه استرنگز پلیر کله خر، یه چیزی قطعیه، سورس پلیر خودش رو با هر بیلدی وفق میده و من قراره تمام باس های اصلی گیم رو فقط با لول اپ کردن استات دکستریتی شکست بدم. با انتخاب کردن کلاس نایت شروع کردم که لول پایه خوبی داره و وقتش آیتم های مورد نیاز رو جمع کنیم. رفتم پیش ملینا، بعدش رفتم و الکساندر رو کشتم. وایسا، من چی کار کردم؟ فلسک ترکیبی رو برداشتم، تلیسمن های مورد نیازم رو برداشتم و بعدش هم مدالیون ها رو با کمک بلاد هاوند فنگ رو به دست آوردم. اجرای معروف کلید رو کشتم، لول اپ کردم و بعدش مارگیت اومدم. صدام هم گرفته. اول صبح احتمالاً بهتره همون باشه. نه دیگه اینجوری که نمیشه. پیل آخر و فلسک آخر اسلامی اف بی ببخشید. خب دارارا چه دمیج بیشتر هم 344 تا بود که ایمی نداره. بیا خدا نگهدار. وای اینا رو میارم. کی به کیه؟ از تمام قدرت باید استفاده کنیم علیه یه حرومزاده ای مثل این. میدونستم. اجازه بدید. 751 رو بدون دیگه. آها رو هوا بودم. میشه قبلی آرم بدی؟ بزن دیگه، مارگیت که نیستی این همه کشش میدی. فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. همه ایت بدیم. کاش فرار میکردیم، حداقل کاش فرار میکردیم. مگا رفتیم. فکر نکنم بکشه ولی یه ذره میمونه. چرا بلادلاس همین الان اومدم بگم چرا بلادلاس نمیشه. همونو شد. ایول آها یس همومی سیکشتی لورد هیچی نیستی بابا. همومی لا 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 لا. تمای فلسک رو برداشتم و بعدش رفتم قطعه هایی که برای لول اپ کردن اسلحه نیازه رو جمع کردم. حالا وقتشه که کوست بلادی فینگر رو انجام بدم. کوستش رو بردم جلو تا جایی که تونستم بالاخره ناراتیوا رو به دست بیارم. لول اپش کردم و بعدش رفتم توی قلعه رنالا، گرگ راداگان رو کشتم. خدافظ. من آمدم وای من آمدم. لا میخوری میپم شیر رو میس میدم. وضعیت رو نگاه کن تو رو خدا. بیا پایین. شما سامن چی؟ من ازش سامن کنم. شما سامن چی؟ خب آها اوکی. خوب حواس پرتی دارن انجام میدن. آها بلاداس تمام جی. رفتم این قلقلکه رو کشتم و اشافوار یخ رو به دست آوردم. بعدش هم این شوالیه رو کشتم و گلدن واو برای باف کردنمون رو به دست آوردم. اینو میخوام بزنم 80,000 تا رون میده. خدایا آخراشه 80,000 تا رونه. بدو بیا دیگه دادم وای. نود و 1,000 تا رونه و حالا چیزایی که میده. رفتم سراغ تیری سنتینل. چه فایت ابسولوت سینماییه. دور خودش برق میزنه، میچوسه عقب و آتیش میزنه. شرف میخونم اسبم پرشاهید خودم پره. بدو اسبم بخور. اسبم جونش کم باشه میمیره، منم میافتم کف زمین یه دونه میزنم تو گوشم. منظورم یه همچین چیزی بود. پاشو دیگه. خدا
یه دونه میزنه یه دونه تا انتظار اینو نداره. اینو خب من چیکارش کنم؟ باید بپرم اینو. میاد دنبالم، باور کنید توی این 2 سال 3 سالی که الدن رینگ پلی میدم نمیدونستم این آتیشه میاد دنبالمون. بالاخره تمام شد. واقعا ندادی نیست. ما خیلی قویم، خیلی قویم، خیلی اصلی تا آسونتر از خودت باور کن. خب اینو داج بدی جلو باید چیز شه. تو اصلیش این مدلیه. شوخی ندارم با تو، واقعا قویم. یه دونه دیگه بزنم هم گو خوردم بزن. تمومی میگم زانو بزن جلو. بوست چی میده نمیدونم ولی هرچی از خوبه دیگه. ولشون. استرنگث فکر کنم. پشمام جونمو نگاه. رینا خانم نمیخواد این کارا رو بکنی. بیاد دمیج بده. بیا عقب بیا عقب. این که نمیتونم حرف بزنم واقعا نمیتونم. خیلی واسه سختیه. واقعا واسه سختیه. یه کاری بکن تو رو خدا یه ضربه‌ای بزن بهش. خب بریم سراغ فایر جاینت بالاخره. بریم که رفته باشیم. دارارارا. پشمام واقعا پشمام. پشمام واقعا چی زدیم. هولی شیت. تیکه شد. شیلدمون پرید. بدو اینجاش خیلی سخت‌ترین بخشش ولی راحت رسیدیم به اینجاش. ایزی واقعا ایزی. زیر 3 دقیقه. اصلا انتظار نداشتم انقدر راحت پیش بره. بریم آقا بریم که امیدوارم بزنیمش. بیا ملیکس بیا دستندس بیا. اینی دمیجمون خوبه ولی بلاد لاس نداریم. وای رسیدیم به فیز دوم. ترای اول فیز دوم اوکی.
اوکی. یه ضربه درست هم نزدیم. یه ضربه درست نزدیم تو موقعیت، نصف بیشترشو میتونستیم ببریم. خب تو واقعیت هم میپرم من. میدونستم میمیرم. خوب میزنیم، دمیجمون خوبه. وای 3 باره دارم سر همینجا میمیرم. بابا دارم یه ساعتی بکنم دوباره میگم. باز اینجاییمون مایمون نوایی. بسم الله. اگر حریف مایی چه دمیجی حریف ما که تو باید اینو بگی. در واقع دارم از زبون ملکس میگم که بسم الله اگر حریف مایی، چون اونه که 30-40 بار منو کشته نه من. اینو گیر میکنم. یه دفعه رفت تو حالت من اصلا شوک شدم. بریم جلو چشمه. ممنون، واقعا ممنونم. هیچ کدوم ضربم نخورد. چونش رو داریم بد میمالیم ها. یس تموم شد. بیا با این آهنگ شاهکاره. واقعا قویم. واقعا قویم. میگم گادفری راحته، واقعا راحته گادفری. استامینا مادر تو. نه خب
بدو 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 بدو. شیلدمون هم رفت، نبود مرده بودیم. دوستان این رو جدی دارم میگم، مغزم داره تموم میکنه. خیلی ترای دادم، هم اینو هم باسای دیگر رو. کلا هم توی یه روز 2 روز ضبط شده، 12-15 ساعت گیم پلی بود. این رو تلاش میکنم بزنم آف اسکرین. اگر زدم که ویدیوش میکنم، اگرم نزدم که هیچی. و مرسی که تا همینجا دیدید. چالشی دارید، آموزشی میخواید، هرچی که هست بنویسید و خدا نگهدار.